حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن. آنها در جریان انتخابات و اعتراضهای بعد از آن حمایتشان از نامزدها را اعلام کردند. اما بسیاری از هنرمندانی که طرفدار نامزدی غیر از محمود احمدی نژاد بودند، این روزها نگران آینده حرفه‌ایشان هستند. رأی دادن به نظر من یک حقه. نه چند روز اخیر خبرهای منتشر می شود درباره ممنوع تصویر شدن یا حذف اسم بعضیشان از فهرست مهمانان برنامه‌های صدا و سیمای ایران. اما یکی از هنرمندان هم بود که خودش خواست کارهایش در رادیو و تلویزیون دولتی ایران پخش نشود. محمد رضا شجریان: در شرایطی که مردم ما در بخت غیرت فرو رفتند و در شرایطی که این خشخاشات با طوفانی که آقای احمدی نژاد به پا کرده به حرکت در آمدن، صدای من جایی در تلویزیون و رادیوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی نداره و اینی که مؤکدا خواستن که دیگه صدای منو پخش نکنن و باعث ناراحتی من نشن و تجاوز به حق حقوق من نکنن. این صدای این خشخاشاته و همیشه برای خشخاشات خواهد. اما چندی نگذشت که اتهام زنی بعضی سایت ها و روزنامه ها علیه او شروع شد. کیهان در چند مقاله به این موضوع پرداخت. گروهی هم به شکلی دیگر پس از انتخابات اعتراضاتشان را به نتایج اعلام کردند. اهالی هنر ایران در نامه‌ای سرگشاده به حضور مردم در انتخابات اشاره کردند و در پاسخ به آقای احمدی نژاد گفتند که هیچ کدام از شرکت کنندگان در انتخابات خس و خاشاک نبوده. هنرمندان و نویسندگان در این نامه از تمامی مراجع قانونی و مذهبی خواستند نقش پناه مردم را در شرایط پس از انتخابات ایفا کنند.